در جمهوری تاجیکستان شروع از سنه 1 ایول داوطلبان برای داخل شدن به دانشگاه‌های عالی و میانه امتحان می‌سپارند. امتحان سپاری داوطلبان تا سنه 7 ایول دوام می‌کند. سال روان 21773 نفر ختم کنندگان به مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت حجت سپاریده همچون داوطلب به قید گرفته شدند. قید کردن به مورد است که یکی از مراحل اساسی نظام امتحانات مرکزانده داخل شده که مرحله با قیدگیری محسوب می‌یابد در جمهوری از سنه 1 مارس تا سنه 30 اپریل ادامه یافت. مرحله با قیدگیری به انجام رسید. علاوه ما مرحله بعدی مرحله تیاری به مرکز امتحانات است. امتحان‌های مرکز ملی تستی از سنه 1 ایول آغاز می‌یابد و برای چی روزی برای گروه اختصاصی پنجم ما 2 روز پیش بینی نمودیم، زیرا شماره داوطلبانی که گروه اختصاصی پنجم را انتخاب نمودند به نهایت از زیاده می‌باشند. در ولایت سوخت 5 مرکزهای امتحان سپاری عمل می‌کند. این مرکزها در شهر و ناحیه‌های خوجند، بابوجان غفورов، استراوشان، پنجکن و کنیبادام تشکیل کرده شده است. یعنی که 12 مرکز امتحانی به نقشه گرفته شده است. علاوه مرکزهای امتحانی پر آماده هستند. از جمله در شهر خوجند 5 مرکز امتحانی در زمینه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2، در زمینه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5، مؤسسه تحصیلات میانه رقم عمومی رقم 23، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19، همچنین گیمنازیای رقم 24 شهر خوجند. اینجا همچون مرکزهای امتحانی مرکز ملی تستی، همه مرکزهای امتحانی با خط اینترنت، چون روز امتحان به طور مستقیم از شهر دوشنبه نظارت کرده می شود، از مرکز ملی تستی پر پیوست می باشند. شماره داوطلبان نسبت به تحصیل خوانش سالهای گذشته کم به قید گرفته شده است. حالا نوابسته به این کارها در سمت گذراندن امتحانات جریان دارد. برای در سطح ضروری گذراندن امتحان زیاده از 550 نفر متخصصان از حساب کارمندان ساحه معارف طریق آزمون جلب کرده شدند. آنها به حیث مأمور امتحان، مأمور کلان مرکز امتحانی و همچنین به قید گیرندگان مرکزهای امتحانی فعالیت میبرند. باید قید نمود که کارمندان موقتی که در مرکزهای امتحانی مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به کار جلب کرده میشوند، البته در اساس آزمون جلب کرده میشوند. آزمون ما در سامانه مرکز ملی تستی اول نخست مرحله به قیدگیری اشتراکچیان صورت میگیرد، مرحله بعدی در اساس اشتراک آنها در سمینارهای آموزشی براه مانده می شود. آنها البته اول نخست در سمینارهای آموزشی اشتراک می نمایند، از جانب ترینران یک نفران مخصوص که اونها را آموزی میکنند وابسته به نظام مذکور شناس کرده می شوند. پس از شناسایی از آنها امتحان گرفته می شود. در حالتی به طلبات جوابگو بودن، آنها به حیث کارمند موقتی در مرکزهای امتحانی به کار موقتی جلب کرده می شوند که از سنه 1 ایول تا سنه 7 ایول آنها به کار جلب می شوند. تمام مرکزهای امتحان سپاری طبق طلبات مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آماده می باشد. کامراهای نظارتی به صنفخانه‌ها نصب شده است تا رفت امتحان سپاری نظارت شده به کمبودی راه ندهند. گزارش سرور حمدانов و نسیم جان رحیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.